اونجا یه زیر روشن کردن میگن بیادر واسه امشب بیایم یک کمی درباره آینده صحبت کنیم. من بیادر کلان هستم، خوبی هم میخوام. یه خبرهای شنیدیم، خدا کنه که درست نباشه. ما شنیدیم که یک چند تا لوچک پیدا کردی که از واقع ماربازی میکنه. چی کرد؟ خب ما میره شنیدیم، خدا کنه درست نباشه. میبینی که من بیادر کلان هستم، خوبی هم میخوام خوشبخت شوی، یک سر سامان بگیری. من به عنوان بیادر کلان وظیفه دارم ماشین خدا بلند کنم، یک کسی که مناسبت باشه برای دیگه. دیگه خدا کنه که کارا را که از ما نکرده باشی نکن. شلک